همراهان عزیز سلام، امید که جور و صحتمند و سلامت باشین. بازم امروز یک خانه نو شیک و تمیز برای شما به معرفی میگیرم که به تصویر کشیدیم. خیلی از شما خواستین که خانه دو طبق برای ما بگذارین. دوستان عزیز، اینم خانه دو طبق که تماشا کنین که واقعا زیباست. ببینین اینم حیات خانه است. یک انباری و یک تشناب داخل حیات داره. الان تماشا میکنین. یک خانه رویایی. دوستان عزیز، این لامپ که میبینین یک کمی گلبرگ میشه، در روز تصویر می رقم نشان میده. وقتی که ویدیو میگیری این تو گلبرگ نشان میده، در واقع گلبرگ نمیشه با چشم میبینی، ولی با تصویر همچون نشان میده. اینم میمان خانه شی. بازم هر کارمونو این تصویره بالاخره اذیت منه نشان چی میده، در ویدیو هم اینطوری نشان میده. فکر کنم نوری روزه که میبینم اینطوری یک چیزی میشه. اینم سالونش و اتاق خواب و جای تلویزیونی. بریم طبقه دوم رو ببینیم. بسیار یک راپل کلان و یک بالکن در قسمت سر راپلم دیدین دوستان، متوجه شدین نه؟ این هم که دستشویی پشت دروازه مثل طبقه اول. اینم میمان خانه شه. بالاخره اینو گول کردم چون در ویدیو بد نشان میده. این همون بالکنیه که برای شما گفتم. گفتم این نقشه خیلی متفاوته. ببینید دوستان عزیز، دروازه طبقه دوم سفید خیلی هم زیباست. اینم سالون و آشپزخانه. بسیار یک آشپزخانه مقبول. این هم اتاق خوابشان، قسمت حیات خلوت سرتاسری. در یک سرش حمام زده ولی واقعا زیباست. میریم پشت بام ببینیم. از اینجا تالار هرات دبی بسیار مقبول معلوم میشه که متوجه شده باشین دوستا. اینم فضای دور و بر خانه است.